قوم عاد ثمود میارد. استعیذ بالله الم تر کیف فعل ربک بعاد. آیا ندیدی ای محمد علیه الصلاة والسلام؟ آیا نشنیدی؟ آیا تو آثار این قوم ندیدی که چی عمل خدای بزرگی تو با قوم عاد کرد؟ قوم عاد یک قوم بودن که در تاریخ مثل اونا قامت بلندا، قوی هیکلا، شدید القوا نگذشته است. ارم ذات العماد. ارم بعضی از مفسران همچه یک قبیله از عاد گرفتند، اما بعضی دیگرش میگن که این ارم همون موضع محلی است که قوم عاد اینجا عاد اولا در نظر داشته می شود. قوم حضرت هود علیه السلام در اونجا سکونت میکنند. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قوم عاد که قبیله که خلق نشده است مثل اونا در طول تاریخ بشر. هیچ قوم، هیچ ملت با اون بزرگی جوسا، با اون قوه جسمانی خداوند خلق نکرده است. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد. آیا ندیدی که خدای تعالی با قوم ثمود که در صحراها سنگا را می‌تراشیدند از برای خود منزل آماده می‌کردند، چگونه عذابی را نمودید؟ روایت میکنند این قوم ثمود بسیار قوی هیکل بودند، از کوه خرسنگا را برمی‌کردند، برای خود خانه درست می‌کردند. بعضی دیگر از مفسران گفتند که همون موضع خرسنگا را که مثل غار سوراخ میشد از برای خود خانه و مکان تیار می‌کردند. اگر قصه عاد و ثمود را راستی که ما مفصل‌تر بیان کرده نمی‌توانیم، برای که وقت رو تنگ است، از موضوع ما بیرون است. همین مقدار گویم کفایه است. الذین طغوا فی البلاد. اونایی که در روی زمین طغیان کردند، به سوی امر خدا خروج کردند، پیغمبرای خدا را انکار کردند، حرام خدا را حرام ندانستند. فصب علیهم ربک صوت عذاب. پس رزانی، پس نازل کرد پروردگار تو بر بالای ایشان عذاب شدیدی را، عذاب سختی را. قوم عاد به باد کشت و قوم ثمود به یک صیحه، به یک نعره همش کشتند، به سنگ و بدر داشتند. فصب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. با درستی که پروردگاری تو در کمین است، از تمام رفتار و کردار بندگان خود با خبر است، همه را به حساب و کتاب میکشد. امام قرطبی مرصاد که در بسیار تفسیرها به معنی کمینگاه آمده است، جایی که کمین می نشینند به معنی طریق هم استفاده برده است که مرصد یا مرصاد به معنی طریق نیز می آید. و در ضمن یک حدیث را روایت میکند، یک قول را روایت میکند از حضرت عبدالله ابن عباس که از بس که به موضوع ما داخل داره انشاءالله او را میاره. فرمود حضرت عبدالله ابن عباس که این علی جهنم 7 قنات. بعد درسته که در بالای جهنم خداوند متعال 7 پول، 7 کوپلوک حواس کرده است. برای آن که شخص وارد جنت چرا باید که از بالای جهنم عبور کنه. این علی جهنم 7 قنات یسأل الانسان عند اولها عن الایمان. انسان بنده خدا در نزد پول اولش، هر پول با خودش در اندازه ای دارد، وقتی که میآید اول از ایمان سوال کرده می شود. فان جاء به تاما جاز الى القنطره الثانیه. وقتی که جواب این را داده تونست، وقتی که ایمانش تمام برآمد، بعد از او اجازه داده می شود به او تا اینکه تا کوپلوک دیگه ما بیرود. او آدمی که جواب گفته نتونست همونجا انداخته می شود در آتش جهنم. ثم یسأل عن الصلاة. بعد از او از نمازش سؤال کرده می شود. فان جاء بها جاز الى الثالثه. وقتی که جواب گفت، نمازش خوب از آب در اومد، امتحان خداوندی را با سربلندی که جواب گفت، بعد از او اجازه داده می شود و او تا اینکه تا کوپلوک سوم برود. ثم یسأل
عن الزکات، در نزد پول سیوم از زکاتش پرسیده می شود. فإن جاء بها جاز إلى الرابعة، اگر باشد که جواب سوال زکات داده تا نیست، پس او را اجازت میتن تا اینکه تا پول چهارم روانه شود. ثم یسأل عن صیام شهر رمضان، در نزد کفر چهارم از روزه ماه شریف رمضان پرسیده می شود. فإن جاء به جاز إلى الخامسة، وقتی که جواب سوال رمضان داد که روزه خدا نداشت است واقعا، پس او را اجازت میدهند تا اینکه حرکت کنه تا پول پنجم. ثم یسأل عن الحج والعمره فإن جاء بهما جاز إلى السادسة، در نزد کفر که پنجم او را از حجش و از عمرش سوال میکنند، کسی که قدرت توانایی داشته باشد. اگر که جواب گفته تا نیست، پس اجازهش میدن تا کفر که ششم. ثم یسأل عن الصلة رحیم، در نزد کفر که ششم از صله رحم میپرسند که آیا احترام پدر و مادر به جا آوردی؟ آیا با خویش اقربای خود مناسبت داشتی یا نداشتی؟ آیا وقتی که یک قوم بیمار شد به عیادت او رفتی یا نه؟ فإن جاء بها جاز إلى السابعة، وقتی که جواب این را گفت، پس نزد پول هفتم میرود آخرانش. ثم یسأل عن المظالم، در نزد پول هفتم از مظالم سوال کردن میشود. مظالم مظلمه به معنی حق و حقوق‌های که یک برادر مؤمن در ذمه دیگری دارد، یعنی همون ظلم میره که مؤمن در حق برادر مؤمنش در دنیا روا دیده است. با این داخل میشود قرضی که ادا کرده نشده است. با این داخل میشود دشنام و حقارتی که به یک برادر مؤمن ما روا میبینیم. با این داخل میشود ضرب و کوفتی که یک برادر مؤمن هم میکنه. حتی غیبت و حسد در حق برادر مؤمن همش در همین مظالم و مظلمه داخل است. وای به حال اونه که مظلمه در ذمه‌اش باشد تا همون برادر مؤمن گناه او را عفو نکند، خداوند عفوش نمیکند. در ابتدا از حسناتش ترک میکنند، برای برادرش هدیه میکنند. وقتی که حسناتش تمام شد، از گناه ها از سیئات او برادر ترک میکنند، در نامه اعمال عیسی میسازند. امام بخاری روایت میکند از ابو هریره رضی الله عنه قال النبی صلی الله علیه و سلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. حضرت رسالت پناه گفت هر کسی که یک حقی برادر در ذمه‌اش باشه، در همین دنیا از او رهایی و نجات باید بیابد، دستای خود از او حلال کند. فإنه ليس ثم دینار ولا درهم من قبل ان یؤخذ لأخيه من حسناته، زیرا که در اونجا دیگر درهم و دینار نیست، از حسناتش برای برادرش بگیرد. فإن لم يكن له حسنات اخذ من سیئات اخیه فطرحت علیه، اگر حسنات نداشته باشه گناههای برادرش هم ترک میکنند، در نامه اعمال او مینویسند. وای به حالش. این الله لا یحب المفسدین، خداوند مفسدا را دوست نمیدارد. تمام همون قصه های قوم‌های پیشینه همه دلالت به همین میکنند. حضرت مولوی میفرماید باد را دیدی که با آدم چی کرد؟ آب را دیدی که در طوفان چی کرد؟ آنچه آن بابیل با آن پیل کرد، آنکه پشک کله نمرود خورد، آنکه سنگ انداخت داوود به دست، گشت 600 پاره و لشکر شکست. سنگ میبارید بر اعدای لوط تا که در آب سیاه خوردند غوط. تمام این قصه ها از برای اولوالالباب، از برای شخصهای صاحب فراست یک درسی هستند از علم خداوند، زیرا که خداوند فسادکاران را دوست نمی‌دارد، زیرا که خداوند فسادکاران را به غضب گرفتار می‌سازد. چی جای آن که شخص باید برادر مؤمن نشان ندهد، باید عمل مفسده انجام ندهد. انسان باید بی‌ادبی در حضور خداوند نکند. این خدای بزرگ که ما و شما را خلق کرده است، تمام این نوش نعمت برای ما مهیا کرده است، احق است، حقدارتر است که از او شرم داشته شود. اما امروز ما چی می‌بینیم؟ در مساجد خدا بنده های خدا، حتی اشخاصی که ریشاش و سفید شده است، دشنام و حقارت به خود یک عمل مقرری به حساب. در مساجد خدا
یک بنده خدا تحقیر کرده می شود دیگران تماشا میکنند گویا این به اینا دخل نداشته باشد. از خدا شرم نمیداره، از غضب خدا اندیشه نمیکنه. خدا تعالی بنی اسرائیل و نصرانیان به خاطر بی‌ادبی‌هاش و به جزاهای مبتلا کرده است که والله که پشم بدن آدم را برجه میگیره وقتی که بخونی. به خاطر چی؟ به خاطر ترک ادب. وقتی قرآن میبینه، قرآن برای ما یک راهنمای بزرگ است. باید که بنده مؤمن از هر آیت جان بخش قرآن عبرت بگیرد. خداوند متعال چگونه بنی اسرائیل منت به جانشون میگذارد که ای بنی اسرائیل چرا شما بدبختی را پیشه کرده اید؟ چرا شما یاد نعمتهای مرا نمیکنید که چندین مراتبه ها شما را از هلاکت نجات داد؟ چرا شما راه فساد را پیش میگیرید؟ حالتش است که بنی اسرائیل در تیه در بیابان در ماندند، گرسنه و حالش زار شد در بیابان که غیر یک چیزی نیست. خداوند از برای اونا طعام نازل کرد، من و سلوا نازل کرد. در قرآن عظیم شان پروردگار می‌فرماید استعیذ بالله و انزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم. ای بنی اسرائیل بر شما ما در حالت تنگی من و سلوا فرستاده. من چیزی بود مثل عسل شیرین، در بعضی کتب با نام ترنگومین ترجمه شده از جمله در قیاس اللغات که هر شب به امر خدا او مثل شبنم به زمین می آمد. بالای خرسنگ‌ها بنی اسرائیل صبح همونا را جمع میکردن، از عسل شیرین‌تر او را استعمال میکردن. سلوا یک پرنده است که در بسیار کتاب‌ها وقتی که ترجمه فارسیش بیارن او را بودنه ذکر کردیم که یک بسیار گوشت لذیذ دارد. هر بگاه می آمد بنی اسرائیل از همون پرنده ها به همون قدر لازمه می گرفتند و اونا را می کشتند و می پختند و استعمال می کردند. اما ببینید که بنی اسرائیل به ادبی را پیش کرد، همچنان که یک رفتار مقرری یهود است. خدای متعال در قرآن عظیم شان که حجت است از برای تمام بندگان خدا ذکر میکند. و اذ قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد. و یاد بیاره وقتی را ای بنی اسرائیل که ادعا کرده که ای موسی ما فقط به یک طعام اکتفا نمیکنیم، برای ما فقط یک من و سلوا کفایتی نمیکند. فادع لنا ربک یخرج لنا ما تنبت الارض من بطنها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها. گفتم تا دعا که خداوند همچنین از برای ما سبزوات و میوه‌هایی را که در روی زمین میروید فرود بیارد، مثل تره سبزیجات، مثل فوم که بعضی از مفسران او را به معنی گندم آوردند، بعضی دیگرش به معنی سیر آوردند، چسناک، مثل قصه که به معنی بادرین یا یک چیزی به بادرین شبیه هست، و از پیاز و از نسک و از همین چیزایی که در روی زمین میبراید بنی اسرائیل دعا کردن که دعا کن که خداوند به ما نازل کند، به ما بفرستد. ما به یک طعام اکتفا نمیکنیم. حضرت موسی گفت اتستبدلون ما هو ادنی بالذی هو خیر. ای بدبختا گفت شما نعمت خدا را به یک چیزی پستر و کمتر که در تمام شهرها و در تمام ملک‌ها یافت میشود عوض میکنه. اینجا یک بشارت است. حضرت موسی اونا را تر میزنه که شما عبادت خدا را، عبادت پروردگارتون به دنیا که در نزد شما جلوه میزند براق است عوض میکنه بدبختا. و ضربت علیهم الذلة والمسکنه. خدای تعالی اونا را به خواری و زاری و به فقیری گرفتار کرد و باءوا بغضب من الله و اونا به غضب خدا گرفتار شدند. سببش چی بود؟ سببش اصلا همین بی‌ادبی است. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلت و مسکنت بنی اسرائیل به خاطر آن بود که به آیات خدا کفر می‌ورزیدند و پیغمبران خدا را به حق، پیغمبران معصوم خدا را به قتل رسوندند و کشتند. حضرت مولوی می‌فرماید از خدا جوییم توفیق ادب
به ادب محروم شد از لطف رب. از پروردگار ادب بجوید، زیرا که شخصی به ادب از لطف و مهربانی خدا محروم است. به ادب تنها نه خود را داشت بلکه آتش در همه آفاق زد. این به ادبای بدبخت آتش در آفاق میزنند، بدی اونا بر دیگران هم سرایت میکنند که به سبب عیب و به ادبی یک شخص یک طایفه گرفتار میشود. مائده از آسمان در میرسید، به صدا و به فروخت و به خرید. خدای تعالی از برای بنی اسرائیل طعام بفرستاد، من و سلام بفرست به یگان عذاب و مشقت. نه خرید و فروش میکردند و نه زراعت میکاریدند. یک نعمت الهی بود که بخرید و به عبادت خدا مشغول باشید. در میان قوم موسی چند کس به ادب گفتند کو سیر و عدس. یک گروهی از قوم موسی به ادبانه گفتند که ما فقط به همین من و سلوا اکتفا کنیم، چرا به ما سیر و عدس خداوند نمیفرستد؟ منقطع شد خوان و نان آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان. خداوند شاکران را دوست می‌دارد، شخصای ناشکربنده را دوست نمی‌دارد. خداوند می‌فرماید لئن شکرتم لأزیدنکم. ای بندگان من، اگر شکرانه نعمت مرا کنه، البته که من در نعمت خود بر شما بیشی و زیادی می‌افزایم. ولئن کفرتم فإن عذابی لشدید. اما وای به حال تو که اگر کفران نعمت کرده، اگر به حق این نعمت الهی نرسیده، در این صورت عذاب من بسیار سخت خواهد بود، هم در دنیا و هم در آخرت. گروه از نصرانیان از حواریین به حضرت عیسی مراجعت کردند که ای پیغمبر خدا، نزد خدا استدعا کن تا اینکه از برای ما مائده بفرستد. ما اکثر حیات خدا به کار و زندگی صرف میکنیم از برای یک قوتی را یموت. اگر خداوند همون طعام از برای ما بفرستد، ما فقط به عبادت خدا مشغول میشویم، دل مشغول دنیا نمیگردیم. حضرت عیسی هم دست به دعا برداشت. قرآن یک قصه را بسیار خوب برای ما ذکر میکند. استعیذ بالله قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء. حضرت عیسی دست به دعا برداشت، پروردگارا گفت نازل کن از برای ما مائده ای را، طعامی از آسمان، تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، که برای ما همون روز عید گردد برای اولی ما و آخری ما، از برای تمام قوم ما. و آیت لک، یک آیت باشه، یک نشانه اعجازی تو باشد پروردگارا، یک نشانه اثبات قول پیغمبری تو در وارزقنا انت خیر رازقین. پروردگارا گفت رزق روزی برای ما برسان، بهترین روزی دهنده ها تو هستی. خدای تعالی اجابت کرد. قال الله انی منزلها علیکم. خداوند متعال گفت با درستی که من همون مائده را از برای شما نازل نکردم مادام که تو دست به دعا برداشتی. فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اما گفت وقتی که شما با چشم خود دیدید که من چگونه مائده را از آسمان برای شما نازل میکنم، با وجود که اگر کسی از شما کفر ورزید، کسی از شما ناشکری بندگی کرد، آنچنان به عذاب گرفتارش میکنم که عالمیان مثلش ندیده باشد. امام ترمذی در جامع السنن وقتی که همین آیه شریفه را در کتاب تفسیرش میاره، از عمار بن یاسر رضی الله عنه روایت میکند که قال نبی صلی الله علیه و سلم انزلت المائده من السماء خبزا و لحما. حضرت رسالت پناه گفت بر قوم عیسی علیه السلام از آسمان خداوند نان و گوشت میفرستاد. بعضی روایت های شاذ آمده است که نان و ماهی میفرستاد. و امروا الا یخونوا ولا یدخروا لغد. اونا را امر کرده شد از جانب پروردگار که خیانت نکنن، از برای پگه و پگه دیگه ذخیره نکنن، همون مقداری که شکمشون میبرد بخورن، خدای تعالی با اونا نازل کردن میگه و رزق کم نمیگردد. بعد حضرت میگوید فخانوا و دخروا و رفعوا لغد. اما این بدبختا خیانت کردن،
این نفس انسان را یا قناعت پر میکنه یا خاکی بود. چند روزه توششون را بستن به خانه آوردن که همون گوشت بیران شد، ناما پوپنک زد و بینه در نعمت خدای تعالی چگونه شک شمعه دارد. فموسخوا قردة و خنازیر. بعد از اون به امر خدای تعالی همون طایفه به خوکها و به میمونها مبدل میشه. خدای تعالی خود وعده کرده بود که با چنان عذاب مبتلاشون میکنم که عالمیان مثل شده دیده باشد. حضرت مولوی میگوید باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خام فرستاد و غنیمت بر طبق. باز وقتی حضرت عیسی دست به دعا برداشت پروردگارم نعمت فرستاد، باز گستاخان ادب بگذاشتند، چون گدایان زله ها برداشتند. با یک طایفه مردم مثل گداواری رومال پیشانی کرد. زله چیزی را میگن که به اجازه صاحب همون معرکه و تعام شخص در رومالش به پیشانه و میبرد، مثل که امروز رسم شده است متاسفانه در میان مردم ما. لابه کرده عیسی ایشان را که این دائم است کم نگردد در زمین. حضرت عیسی هرچند این خلجا شده که بدبختا وعید خدا است که به جزا مبتلا میکنه، این نعمت خدا است، این هرگز کم نمیشود. بدگمانی کردن از زن آوری کفر باشد نزد خان بهتری. شخص وقتی که گمانی بد میبرد در حق نعمت خدا، این کفر است. زان گدارویان نادیده زی آز، آندری رحمت برای ایشان شد فراز. باز از روی همون سه چار پلید با رحمت خدای تعالی بسته شد در روی اونها. حضرت مولوی میگوید از ادب پر نور گشته است این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. تمام این افلاک از روی ادب پر نور گشته است. ملائکه ها را بزرگیشون در چی است؟ به ادب است که معصوم و پاکند. شد گستاخی کسوفی آفتاب، شد عزازیل زی جرأت ردی باب. و گاه که آفتاب را بگیرد به خاطر همون گستاخیش است که بسیار نور پاشی میکنند. عزازیل شخص با دانش و با دانشمندی عزازیل همین شیطان لعین و بینه که برای جرأتش برای سرکشی و یاری شدن از امر خدای تعالی رانده شدن شد، ردی باب شد. هر کی گستاخی کند در راه دوست، دشمن مردان شده نامرد است. هر کسی که در حضور خدا گستاخی میکند، بی‌باکی میکند، هر کسی که در مساجد خدا نام اولادش میگیرد، هر کسی که در مسجد خدا والله یک بنده مؤمن دشنام حقارت میکند، او دشمن مرد است، او نامردترین نامرد است. زیرا گستاخی را در نزد خداوند عالمیان میگیرد. این پلید اگر در نزد یک رئیس باشد زمانش نمیگرده که دشنام حقارت کند. پس این چی بی‌باکی است؟ خداوندی که حاضر و ناظر است از او باکی نداشته باشی و در خانه خدا که محل عبادت است در زمان سخن کم بیاری. امام ترمذی روایت میکند از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه قال النبی صلی الله علیه و سلم لیس المسلم بالطعان ولا لعان ولا الفاحش ولا البذیء. حضرت رسالت پناه فرمید مؤمن حقیقی طعنه زننده نمیشود، مؤمن حقیقی لعنت گوینده نمیشود بهوده و بهوده، مؤمن فاحش نمیشود، دشنام حقارت نمیگوید، به شرم و به حیا نمیباشد. پس از این نقطه نظر اگر نگاه کنیم بسیاری ما و شما ایمانمون ضعیف است. مادام که چی جای کوچه وقتی در مسجد همدیگر را مینوازیم، بسیار یک بدبختی بزرگ است اولای سر جامعه اسلامی آمده است. پس بایستی اندیشه کنیم. آدم وقتی که یک عمل را میکنه اول باید اندیشه کنه که آخه خداوند میبینم، بگذار که مردم دیگر نبینم، بگذار که از اون شخصایی که من ترس حرام دارم یا که اونا را احترام میکنم از پوش اونا این سخن من مخفی است اما خداوند میبینم. مؤمن حقیقی باید اندیشه کنه که بگذار که فرزن خداوند متعال به خاطر ایمان اگر گناههای مرا بیامرزیده باشم، اما همون شرم و حیایی را که من گناه کردم و خداوند مرا معاینه میکرد و میدید کجا برم. یک بزرگ میفرماید با نفس همیشه در نبردم چی کنم؟
از کرده خیشتن به دردم چی کنم؟ مؤمن شخصی که ایمان حقیقی داره وقتی که یک عمل ناسزای از اون سرزد پشیمان می شود، توبه و ندامت میکنم. گیرم که به عوف درد دارد همه را، آن شرم که دیده از که کردم چی کنم؟ فرزن خداوند که مهربانه، همیشه رحمتش پیش غضبش است. اگر گناه های مرا بیامرزد، اما همون شرم و حیایی را که آخه من گناه میکردم خداوند میدی چیکار کنم؟ یک عملی ناسزا اگر کردی، یک برادر مومن اگر کردی، هر وقت را ببینی ایزا میکشی، شرم میداری. از خداوند شرم نمیداری. خدایی که حاضر است، ناظر است، خدایی که ترا محاسبه میکنه فردا روز قیامت. استعیذ بالله و این تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. ای مؤمنا، اگر از پنهان داره آن چیزی که در نفساتون است یا که آشکارش کنه، خداوند شما را محاسبه میکنه. همه نزد خدای تعالی مکشوف است، همه آشکار است، چیز پنهان نیست. فیغفر لمن یشاء و یعذب لمن یشاء. بعضی ها را می آمرزد، بعضی ها را به عذاب گرفتار میکنه. ترا چی وادار میکنه که تو امید کنی که مرا می آمرزد؟ مادام که تو از خدا شر نمیداری، در مسجد اشرا محقارت میکنی، پس این بیباکی تو از کدام حساب است؟ چرا بدبخت اندیشه نمیکنی که خداوند در برابر آن که رحمان است، رحیم است، غفور است، همچنین جبار است، متکبر است، شدید العذاب است، سریع العقاب است؟ چرا این طرف مسئله را اندیشه نمیکنی؟ از پی آن گفت حق خود را بصیر، تا بود دیدی و یک هر دم نظیر. حضرت مولوی میفرماید که خداوند خدا بصیر گفت تا اینکه از دید او را بترسه، مبادا شیطان یک وسوسه را در قلب ما انداخت، او را از خود دور سازه. از پی آن گفت حق خود را سمیع، تا ببندی لفظ گفتاری شنیع. چرا خداوند خدا سمیع گفت؟ تا اینکه از گفتار شنیع لب تا ببندی ای بدبخت. از پی آن گفت حق خود را علیم، تا نیندیشی فساد رازی بین. چرا خداوند خدا علیم گفت؟ تا اینکه در دلت نیت فساد نبری، زیرا که خداوند از قلب تو با خبر است. هر اندیشه که تو در دل داری، خداوند از اون با خبر است. متاسفانه وقت هم تمام شد نفهمیدیم این صحبت ما ماند. انشاءالله هفته دیگر نوبت حضرت داملا است. بعد از او اگر خدا توانایی ما به تو خداوند امر ما به تو نصیب روزی ما دیده باشه، انشاءالله با صحبت دوام میکنیم. چی کنیم که آخی صحبت خدای تعالی انتها نداره. هرچند که کوشش میکنم که همین صحبت تا آخر تمام کنیم، تا همون خواب کشیدن همون بدبخت کرونا ببینه که هیچ نشده. 4 ماه شد، 1 ماه شد، 4 هفته شد. دیگه انشاءالله از خدا امید داریم. غرض مقصد از جمع آمدن ما گوش کردن پند است، وعظ است، نصیحت است. ما امتی هستیم که به امر معروف و نهی منکر خداوند ما را در قرآن عظیم شان ستوده است. ما امتی هستیم که حضرت موسی علیه السلام وقتی که در تورات صفت ما را خوانده است، دیرش مالامالی حواس شد، از خدا حتی التجا کرد که اللهم اجعلهم منی من امتی، پروردگارا این امتی من بگردان. اما در جواب خداوند گفت یا موسی تلک امت احمد صلی الله علیه و سلم. ای موسی این امت احمدی است. انشاءالله پس در هفته دیگه ما صحبت خواهیم کرد. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم برادرای اهل اسلام. روز شریف آدینه را و این ماه ربیع الاول که ماه مولود
جناب سرور عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. از برای جمیع شما تبریک و تهنیت میگویم. راستی در بسیار مساجد جشن مولودی برگزار گردید. امروز در مسجد حضرت ایچان هم اما تجلیل جشن مولودی دایر شده ایستاده است. انشاءالله ما هم نیت داریم، امید داریم که یک روز از برای مسجد ما هم تعیین میکنند. البته مولود نبوی را دایر خواهیم ساخت. همه مقدار الحال در ابتدای سخن از برای آنکه یک بار دیگر خاطره اینه که حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه و سلم که حیاتشان هم از برای ما مایه افتخار بدن، مایه رحمت بدن، حتی مرگ شو از برای ما مایه افتخار و مایه رحمت هستند، بیاتون میرسانم. امام بزار با اسناد جید حدیثی را روایت میکند از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. راوی حدیث عبدالله ابن مسعودند. حضرت دملو حضرت میگویند حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم. ای مسلمانا، حیات من از برای شما یک خیر است، یک نعمت خداوندی است و مرگ من نیز از برای شما خیر و نعمت است. اما حیاتی فانی اصن لکم السنن و اشرع لکم الشرایع. خیریت حیات من در این است که من از برای شما سنت ها را آماده و تهیه میکنم. حیات من، گفتار من، کردار من، فعل اطوار من همه از برای شما همش یک نمونه عبرت است تا که طبق آن عمل کنید، زندگی به سر ببرید. اما موتی فإن اعمالکم تعرض علی. اما خیر بدن مرگی من از برای شما این است که بعد از من هر عملی که شما میکنید به امر خدای تعالی در نزد من عرض کرده می شود. فما وجدت منها حسنا حمدت الله علیها. هر عملی نیکی که از شما ببینم نزد من بیارن عرض کنن که امتی تو یا محمد علیک الصلاة و سلام چنین اقدامی نیکی میورزن، با چنین عملی نیکی دست میزنن، من حمد خدا را میگویم، شکرانه پروردگار را میکنم از قبل شما. و ما وجدت منها سیئة استغفر الله لكم. و هر عملی که بد از شما سر میزند، هر عمل ناهنجار ناشایسته از شما سر میزند، وقتی نزد من عرض میکنند من از خدای تعالی طلب استغفار میکنم که پروردگارا این بنده ای تو را که امتی من است شاید که شیطان به وسوسه انداخته است و بگی بنده توبه میکنه، توبه این بنده را بپذیر. چنین یک پیغمبر مهربان و نازنینی داریم. گفت پیغمبر که روزی رستخیز کی گذارم امتم را اشکریز، من شفیع مذنبین باشم بجان تا رهانمشان ز اشکنجه گران. حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و سلم گفت من امت ما هرگز در روزی رستخیز تنها نمیگذارم که اشک در چشماشو حلقه بزنه، نمیگذارم که سرسان و سرگردان باشن، بلکه شفاعت امت کمر همت میبندم، برای گناهکارای امتم شفاعت میکنم نزد خدای تعالی، طلب شفاعت میکنم. عاصیان و اهل کبائر را به جهد و رهانم زین عذاب و نقض عهد. به خصوص عاصیای امت، کسایی که دست به عمل شنیع زدیان. حضرت میفرماید شفاعتی لاهل الکبائر من امتی، شفاعت من از برای گناهکارای امت، از برای اهل کبیره امت تخصیص داده شده است. اونایی که صالح هستند از امتی من میگوید حضرت، اونا خود در مرتبه شافعی قرار میگیرن فردا روز قیامت. عاصیان و اهل کبائر را به جهد و رهانم از عذاب و نقض عهد. صالحان امتم خود شافعان، اما صالحای امت خود شافع هستند، از برای خیش اقربای خود فردا روز قیامت شفاعت می جویند. پس
باید همه ما و شما همیشه علی دوام شکر خدا را کنیم، به خاطر که چنین یک پیشوای بزرگ به ما داده، به خاطر آن که ما پیروی حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اختیار کرده ایم، به خاطر آن که مایه افتخار و مایه سربلندی ما در دنیا محمد مصطفی صدر بدر عالم صلی الله علیه و سلم. اکنون صحبت خدا ادامه میدهیم. یادتان باشه یک چند آیه را از سوره قصص نزد شما حل فصل میکردیم، یک دو آیش باقی مانده است، انشاءالله کوشش میکنیم امروز او را به اتمام برسانیم. قصه قارون بود اگر در یاد تو باشه. در جای رسیدیم که قوم قارون ملامت کردند، سرزنش کردند که ای جاهل، این نعمتی که خدا برای تو داده است به او مغرور نگرد، در راه خدا او را صرف کن، کوشش کن که به فسق و فجور دست نزنی که خداوند مفسدا را دوست نمی دارد. در جواب قارون گفت استعیذ بالله، قال انما اوتیته علی علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. در جواب قارون به قومش گفت این خبری است که خدای تعالی از قارون به ما و شما بیان کرده ایستاده است. گفت ای قوم، این مال و ثروت من به واسطه علم خود، به واسطه کاردانی خود به دست آوردم، پس چرا من این را باید به فقیرا بدهم؟ پس چرا من از کسی دیگر منتدار باشم؟ مادام که من علم دارم، مادام که من کوشش کردم، ثروت خون داشتم. متاسفانه امروز اکثر ثروتمندا مثل همین قارون اندیشه میکنند و سخن میگویند که این مال و این ثروت، این جاه، این منزل ها را، این مرتبه ها را، این وظایف ما توسط علم خود به دست آوردیم، توسط دانش خود به دست آوردیم، توسط کوشش و غیرت خود به دست آوردیم. اینو فراموش کردیان که اگر رحمت خدا نباشد، اگر به شرط هدایت خدا نباشد، از بنده هیچ کار ساخته نمی شود. الحال ببینید آیا همین ثروتمندای ما عالمترین امت هستند؟ آیا اینا دانشمندترین امت یا از همه کارگرترین مردم هستند؟ هرگز نه. این یک مورد امتحان پروردگار است. خداوند بعضی ها را به فقر کمبغلی امتحان میکنه، بعضی دیگرها را به ثروت و به مال و حال دنیا امتحان میکنه. آیا به علم زیاد انسان میتواند که اگر خدا نعمت به اون ندهد صاحب مال و ثروت شود؟ هرگز نه. حضرت شیخ سعدی میفرماید اگر دانش بر روزی در فزودی، زینادان تنگ روزی تر نبودی. اگر که سبب رزق روزی دانش و علم شد، از نادان دا باید آدم تنگ روزی تر نباشد در روی دنیا. به نادانان چنان ثروت رساند که دانا اندران حیران بماند. قدرت خدا را ببینید که به آدم نادان حتی شخصایی هستند که همون نام خودشون به زور نوشته میتونن، حتی حساب و کتاب عادی را کرده نمیتونن. او قدر مال و ثروت میته که داناها حیران میشوند که او وقت ای در مکتب میخوند این نام خودش نوشته نمیتونست، ای از کجا ای حیله و نیرنگ پیدا کرده است، این کمال و ثروت چی نوع اندوخته است؟ پس این نعمت خدا نیست چیست؟ استعیذ بالله و ما بكم من نعمت فمن الله. ای بندگان، هر نعمتی که در دست شماست، هر مال و دارایی که در دست شماست، همه از جانب پروردگار است. هر علم و دانشی که شما اندوخته، او قوه‌ای که در بازوهای شماست، همه از جانب پروردگار به شما هدیه شده. پس کورنمکی نکنید، پس قدر این نعمت خدای تعالی را بشناسید، بدانید. هر کسی که مثل قارون دعوا میکنه که این مال و ثروت، این مرتبه و منزلت من به واسطه علم خود، به واسطه دانش خود، به واسطه کوشش و غیرت خود به دست آوردم، پس او شخص ابله است، واقعا ابله است. این شخص است که نعمت خدا را نمیشناسد، یا دیده و دانسته از نعمت خدا میخواهد که چشم بپوشد. وقتی که شخص منعم نشناخت، وقتی که نعمت بخشنده را نشناخت، رازق نشناخت، چگونه از او امید میکنی که او عبادت صدقی داشته باشه؟
چگونه از او امید ایمان داشتن کرده می شود؟ البته که ابله می گرده، البته که جاهل می گرده، البته که بالای بنده های خدا ظلم و جور روا می بینه. خدای تعالی ثروتمندای امت به سیمت خزینه‌دار مال خود تعیین کرده است. تصور کنید که یک شخص مثلا در یک خزینه یا که فرضاً در یک انبار مدیرش میگذارند و او باید که در نزد صاحب همون مال، خواه او دولتدار و پادشاه باشه، خواه حاکم و وزیر باشه، باید که از همون انبار حسابات بدهد. همیخیل خدای تعالی در مال نعمتش ثروتمندا را همچون مدیر گذاشته است. فردا روز قیامت اینا یک تمام حسابا را میدهند. حساب خدای تعالی بسیار بسیار شدید است. اوجا جای میل نیست، جای محبت نیست، جای شناسبازی و رفیق بازی نیست. پس وای آنه که نعمت خدا را نشناسه، وای آنه که نمک خدا را بخوره و به نمکدان تف کنه، که خداوند هرگز او را نمیبخشه. خداوند قارونوار او را در دنیا هم خوار و ذلیل میکنه، فردا روز قیامت هم به عذابهای مدهش مبتلا میگردونه. در همین دنیا خدای تعالی هر یک بنده خودش صدها مراتبه مورد امتحان قرار میده. یک قصه را که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردند، هر سخنی که حضرت میگویند او قصه نیست، او علم است، او دانش است، او برای ما و شما یک پند است، یک اندرز است. به خصوص که این حدیث متفق علیه است. امام بخاری و امام مسلم روایتش کردند. براتون میخواهم بیان کنم تا خود قضاوت کنید که چه نوع پروردگار بندگان خدا به اون نعمتی که در حقشان عطا کرده است امتحان میکند. عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه في بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى. حضرت ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنید که حضرت فرمودند 3 نفر در میان بنی اسرائیل بودند. یکی ابرص. ابرص اصلا بیماری مخوه میگویند، در بعض ترجمه ها پس آمده است، اما ما همین کلمه پس استفاده نمیکنیم به خاطر آنکه این مردم جاهل ما همه شخصایی را که اندک همو رنگ پوستشو عوض شده است گمان میکنن همو پس است. اصلا پس به زبان روسی پرکازا میگن. پرکازا یعنی بیماری مخو است که گوشت بدن آدم آهسته آهسته ریختن میگیرد. یک بیماری بسیار بد است، سرایت کننده است. عادتا شخصایی که به بیماری مخو یا که در میان مردم با نام مرض معروف است گرفتار میشدن، اینا را از میان مردم میراندند، نمیگذاشتند که در بین مردم زندگی کنند. پس یک نفر از بنی اسرائیل به همین بیماری مخو گرفتار بود است. یکی دیگرش اقرع بود، یعنی کل بود. کل به این معنی نه که موی سرش ریخته باشد و آدم سرگشته باشد، در سرش خارش داشت. به زبان روسی پلیشیوی میگن. متاسفانه امروز اگر ما تا به زبان روسی ترجمهش نکنیم اکثر تاجیکای ما نمیفهمنش. و یکیش کور. فاراد الله ان یبتلیهم. خدای تعالی خواست که اینا را یک امتحان کند. این کار به خاطر آن کرد که برای ما یک پند شود، یک نصیحت شود.